دوست دارم یک سوال از شما بپرسم و دوست دارم که این سوال من رو با قلبتون جواب بدید. اگر یعنی امیدوارم، نمیگم اگر، انشاءالله همین ما روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ملاقات کنیم. در اولین ملاقات دوست دارید بهشون چه بگید؟ من فکر میکنم که اگر در دنیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ببینم، شاید که قبض رو از دنیا برو. و اگر در آخرت پیامبر رو ببینم، جز دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ چیزی طلب نخواهد کرد. میدونم سوال من سوال سنگینی بود، سوالی است که حقیقتا برای ما مسلمان ها همه تصور اون لحظه تصوری است که واقعا یک روز این اتفاق میفته. این سوال به خاطر این پرسیدم که روز پیش میاد و اون روز میرسه. امیدوارم که اون روزی که میرسه ما در زمره کسانی باشیم که حداقل به همراهش بریم در بهشت. یعنی آخرین دیدارمون نباشه، اولین دیدارمون. در اولین باش بریم آخرش نباشه. جناب استاد سلیمانی صاحب، یکی از آرزوهای دیرینی من همین بود که من یک مدتی در کنار روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشم. و حقیقتا هر وقت دستان خود را بلند کردم که من یک شب رسول الله صلی الله علیه وسلم به خواب ببینم، پس دستا خود پایین کردم و از الله سبحانه تعالی گفتم شاید این بیادبی باشه که من از الله سبحانه تعالی چنین یک طلب بزرگی بکنم. و بیشتر و بیشترتر رنج کمر میده. اگر در دنیا برای مادر من چنین فحش‌هایی که به مادر مؤمنان عایشه میدن برای مادر من در دنیا گفته میشد، من شاید خیلی برخوردهای سنگین تری میکردم. ولی اشخاصی که امروز به مادر مؤمنین عایشه صدیقه توهین میکنن، چیزی که من خیلی رنج میده که در حشر فقط همین قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم بگن که از مادر خود تو چگونه دفاع کردی، تا چی سرحد دفاع کردی. من خیلی شرمندگی دارم، به خاطر که من باید همین جان ناقابلی که دارم، من باید فدای صحابه و فدای مادر خود عایشه و فدای دین بگردم. و باز هم به الله سبحانه تعالی همیر میگم که یا الله پروردگار، جانم تو دادی، وقتی من ایرم در راه تو بدم باز هم چیزی نیست. دوستداران حق و حقیقت می توانند این شبکه را از راه‌های مختلف ذیل تماشا نمایند. بر روی ماهواره هاتبرد با فرکانس 11317 عمودی یا ورتیکال با سیمبل ریت 27500 و همچنین بر روی ماهواره نایل سات با فرکانس 11595 عمودی یا ورتیکال با سیمبل ریت 27500.